حالا که توفیق این خدمت رو پیدا کردید باید کاری کنید که اسمتون از این دفتر قلم نخوره. شرطش تقواست، چون دستگاه عصمته. یعنی باید دید امام حسن که بوده، کسیه که چشمش به در مسجد که می افتاد رنگ زرد می شد. چشم به در مسجد می افتاد رنگ زرد می شد. یعنی چه؟ اتصال روح او به مبدأ وجود جوری بود که از نگاه به در مسجد این انقلاب روحی براش پیدا می شد. کسی که جزء خدام امام حسنه باید نماز رو بر هر کار مقدم بداره. اگر میخواهید اسمتون در این دفتر ثبت بشه راه اینه. نماز عظمتش اینقدره، وقتی ایستاد به نماز اعضا و بدن اونقدر میلرزید که همه بیننده ها مبهوت می شدن. همچه مقامی در مرحله عبودیت پروردگار این بود. وقت رفتن از دار دنیا کلماتش عقل رو مبهوت میکنه. فرمود یا جناده استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک. ای جناده آماده باش برای سفر آخرتت. توشه این راه تو تحصیل کن قبل از حلول اجلت. بدان که تو در طلب دنیایی اما مرگ در طلب توست. این وصیت ها دم جون دادنه. کسانی که خدمتگزار اون حضرتن راهشون باید راه بندگی خدا باشه، پرهیز از گناه باشه. هر روز سعی کنید مقداری قرآن بخوانید. حتما هیچ روزی نگذره مگر این که به اندازه‌ای که بتوانید و وقتتون اجازه بده کلام خدا را بخوانید، به امام زمان هدیه کنید، اون حضرت بپذیره. انشاءالله با این نماز و با این قرائت قرآن و دعای عهد بعد از نماز صبح اسم همه شما از دفتر حضرت مجتبی محو نخواهد شد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.